بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. امروز برابر است با هفته دی 1404 هجری شمسی. طوری که شما مشاهده می‌کنید در کارت سخی یا زیارت سخی کابل آمدیم و مکان طوری که مشاهده میکنید بسیار آرام، هیچ یک مکان بسیار آرام. اون شور و شوقی که در گذشته بود و مردم به خاطر زیارت می‌آمدند، زنا و مردم ها و از راه های دور و از ولایت های اطراف، اما حالا مشاهده می‌کنید هیچ کسی در اینجا دیده نمیشه. از خیر سری امارت اسلامی که زنا را منع کرده، در روزهای سالهای اول خب جمع کرده بود که یک روز زنا بیاید یک روز مرد، و بعد دوباره روز سه شنبه و چهارشنبه زنا شد که زنا بیاید. باز کم کم که بیخی بسته شد، حالا نه زنا داخل آمده میتونه و نه مردم میتونه بیاید، ولی مردم تا فامیلان از راه های دور میاید، باز خانوادگی شما نتونه نمیمانه دیگه. بسیار هوا بسیار یک هوای بارانی موتور گرفته است و واقعا زمانی که آدم در اینجا میاییم دل آدم میسوزه. امروز خودم آمدیم در مدان دروازه که دیدیم یک زنه بسیار زاری میکرد، بخی گریه میکرد. واقعا که ما میریم داخل نمیمانیم امارت اسلامی، اما پلیس در دروازه هم گفت که ما اجازه نداریم که بره کسی داخل از طبقه اوناست. واقعا اینجا که میای آدم دل آدم بغض میکنه، گریه میکنه. چه وضعیت در کجا رسیدیم ما شما. خدا کنه جور صحتمند باشین، بخیر باشین دیگه. روز خوش، خداحافظ، تا دیدار بعد. الله یار.